سلام و درود به تمام بیننده ها. امیدوارم که جور و صحتمند سرحال باشین. هر جای زندگی بینین. خوش آمدید در یک برنامه دیگه از من. در برنامه یکی از دوستا در کامنت ها گفته بود که از میرزا حسین کمرک و آقای سلمان سلکوکی چند درآمد دارم و ما در برنامه قبلی نشر کردیم که از آقای سلمان کمرک سل کردیم که چند درآمد داره در یک ماه از کانال یوتیوب خود و در این برنامه نمیشد چون آقای سلمان 2 کانال داشت. در یک برنامه وقت خیلی طولانی میشد، زیاد وقتشون میگرفت. خواستیم که 2 برنامه جور کنیم. در این برنامه تناز میرزا حسین سل می‌کنیم که آقای میرزا حسین چند دلار از یوتیوب درآمد داره و نگفتنمون خیلی ممکنه که آشنا نباشه خود آقا میرزا حسین و خیلی هم که آشنا باشه. به خاطر می بیوگرافی و شرح کانالش میخوانیم که چی فعالیت های میرزا حسین مونه در کانال خود. خب دوستان عزیز، اینجا هم شرح کانالشه. انگلیسی هم نوشته گده، فارسی هم نوشته گده. کسایی که انگلیسی مفهوم میتونه بخونه انگلیسی هم هست و ما خودم که متاسفانه انگلیسی خوندن نمیتونم. نوشتهش اینه که به کانال ما خوش آمدین. در اینجا فیلم هایی در مورد زندگی و فرهنگ آذرگی از جاغری و مالستان و بقیه جاها می سازیم. ساب لایک و کامنت یادتان نرود. و اینجا هم شماره تماس خود نوشته گده، راه ارتباطی. خب شرح کانالش فهمیدیم، خواندیم که چی ویدیوهایی نشر مونه. نگفتن من آقا میرزا حسین بسیار یک جوان موفق و فعاله. من خودم شخصا از برنامه‌هایش لذت می‌برم، برنامه‌هایش تماشا می‌کنم. شما هم دوستان عزیز که کسایی که تازه در چنلش معرفی شده حتما برین ولاگ‌های روزانه‌شی و فیلمایی که نشر مونه ببینین، حمایت کنین. جدیدترین ویدیوش ببینیم که چه ساعت نشر کرده و چند هزار بازدید گرفته. جدیدترین ویدیوش که 2 روز پیش نشر کرده، بالاخره بهترین مهمانی امسال ما جایتان خالی عزیزان که 2 روز پیش بوده، 25,000 بازدید گرفته. در 2 روز فوق العاده یک بازدید خوبی گرفته. و همچنین یک ویدیو دیگر که نشر کرده، ولاگ آمادگی برای مهمانی و دوره همی با عزیزان که 4 روز پیش بوده، 19,000 بازدید گرفته که بازدیداش ماشاءالله خیلی خوبه. و همچنین 5 روز پیش یک ویدیو نشر کرده، بعد مدت ها دور هم جمع شدیم و لحظه غم ها فراموش شد. 15,000 بازدید گرفته که بازدیداشی خوب بازدید میگیره. محبوب ترین ویدیوش ببینیم. محبوب ترین ویدیوش که 2 سال پیش بوده، چنلش فکر کنم که انگلیسی بوده، از اولایش فوق العاده یک بازدید خوبی گرفته. 1 میلیون بازدید گرفته. از اون که 1 میلیون دیگه خیلی خوب بازدیده. هر کانالی نمیتونه بگیره 1 میلیون بازدیده. همچنین 2 سال پیش نشر کرده، 175,000 بازدید گرفته. اونجا هم انگلیسی بوده. 5 ماه پیش عروسی پسر کاکایش که بوده، 173,000 بازدید گرفته که اوقات بازدید خوبی میگیره. محبوب ترین ویدیوش بود. حالا ببینیم قدیمی ترین ویدیوشی. قدیمی ترین ویدیوش که 2 سال پیش بوده، 1 میلیون بازدید گرفته که ماشاءالله بازدید خوبیه. و همچنین 2 سال پیش بوده، 2800 بازدید گرفته. 2800 هم بازدید خوب بوده اولا. 2 سال پیش 175,000 بازدید گرفته. بازدیدهای کانال آقا میرزا حسین عالیه، فوق العاده خوبه. و ببینیم که آقا میرزا حسین چند دلار درآمد داره. و دوستان عزیز، اگر که شما کدام یوتیوبر مد نظر دارین حتما در کامنت ها بگین. ما کامنت ها را کلا چک می‌کنیم، جواب شما را میدیم و برنامه میسازیم. شما هم لایک و سابسکرایب کنید دوستان عزیز. بریم ببینیم که در یک ما چند درآمد داره. از اینجا لینک کپی میگیریم وارد سایت سوشال بلک میشیم. میرزا حسین خب 28,000 مشترکین شد تا حالا که در کانالش جذب کرده. 680 دانه ویدیو رو تا حالا که آپلود کرده. خب کانالش که ایجاد شده در 4 ژانویه 2022 بوده که کانال خود ایجاد کرده. رتبه مشترکین بازی چی خوبه. همچنین 600 مشترک در 3 روز گذشته جذب کرده که خیلی خوب رشد کرده کانالش. 600 تا مشترک خوبه در 3 روز. و همچنین بازدیدش 590 کیلوبایت، فکر کنم 590,000 بازدید میشه در 3 روز گذشته. سوشال بلد بر روز میشه، هر هفته یا چند هفته بعد رقم آدم خاطی مونه که چی رقم است. خب اینجام که دلار شیر رقمی درآمد چی زده و ایر باید تا که واضح تر بفهم انگلیسی کنیم.
انگلیسی واضح تر لغو ترجمه شیم. خب ببینید اینجا 2500 چه ببخشید $2400 در یک ماه درآمد داره و همچنین درآمد تخمینیشه دیگه. $2400 درآمد تخمینی یک ماهشه. درآمد تخمینی یک سالش میشه $32000 که تخمینیشه. و همچنین چون که اونجاش زیاد انگلیسی است باید دوباره ترجمه کنیم. اینجا درآمدی هر ویدیویش داشته که چند بازدید گرفته و چند دلار درآمد داشته. مشترکینش که میبینید در یه ویدیو خود مشترک نگرفت، فقط یک دانش 100 دانه مشترک گرفته که چهارشنبه بوده 23/4 بوده 2025 23/4/2025. و همچنین خب کلگیشه که بخوایم دانه دانه بگیم خب خیلی دیر میشه ویدیوش بخونیم بعد بازدید و همهشه. $91 از یک ویدیو گرفتم که اوشی 6 سنت فکر کنم. $87 از دیگه ویدیو گرفتم. همچنین $41 از دیگه ایشی گرفتم. $24 از یک ویدیو گرفتم و $90 از دیگه ویدیو گرفتم. همچنین که زیاده دیگه. بالاترین درآمدی که بوده از ویدیو $204 بوده. همچنین $421 بوده. بالاترین درآمدی که اینجا داده. خب از آن در پایان برنامه رسیدیم. اگر کدام یوتیوبر مد نظر دارین حتما در کامنت ها بگین، ما چک منو و در برنامه های بعد ان شاء الله که نشر منو. تا برنامه بعد شما رو به الله پاک میسپارم. خدایا رو نگهدار.